اگر میخواهید چنین تصاویر با کیفیتی رو به صورت رایگان و نامحدود با هوش مصنوعی روی کامپیوترتون بدون اینترنت تولید بکنید، این پست از دست ندید. وارد سایت پایتون میشید و پایتون رو دانلود میکنید. بابت نصب گیته. برای نصب گیت میتونید از این توتوریال استفاده بکنید که آدرسش اینجاست. وارد سایت huggingface.com میشید که قبلا بهتون معرفی کرده بودم. توی ثبت نام میکنید و واردش میشید. وارد سایت github.com میشید و همین کار رو انجام میدید. ثبت نام میکنید و وارد گیتهاب میشید. استیبل دیفیوژن رو از طریق وب یو آی روی کامپیوترتون کلون میکنید. اگر مشکل داشتید بگید راهنماییتون کنه. بعد از تایید کلون شدن روی کامپیوترتون میایید آخرین ورژن استیبل دیفیوژن رو دانلود میکنید. برای دانلود کردن استیبل دیفیوژن وارد huggingface.com میشید و استیبل دیفیوژن رو سرچ میکنید و از اینجا اون رو دانلودش میکنید. مورد نظرتون جابجا میکنید و استیبل دیفیوژن رو روی کامپیوتر نصب میکنیم. اگر مشکل داشتید توی مرحله دیگه حتما بپرسید راهنماییتون میکنه. با وارد کردن این آدرس محلی استیبل دیفیوژن رو روی کامپیوترتون ران میکنید و با همچین یو آی مواجه میشید. میبینید که میتونید با هر پرامپتی که میخواهید تصاویر مورد نظرتون رو با هر کیفیتی که میخواهید تولید بکنید.